سخن خدا و پیغمبر در بین رد بدل شود، همه نور است، همه رحمت است. انشاءالله یقین است که همو مسئولیتی که در ذمه گذاشته شده است در هر جای کردی می شود، به هر راه کردی می شود. اگر مقصد الله باشد به خاطر الله هم کار انجام بدی. ولی بعضا تنها را میزنند که این ملو فقط در سر دسترخوان گپ میزنند. یک جا گپ زنیم از برای خدا، یک جا گپ زنیم، بالای منبر گپ نزنیم. اوخی در کجا دیگه گپ میزنیم؟ در میدان و در صحرا گپ زدن نشود. همه خیلی مورد میشود که در همین سر دسترخوان یا لحظه همدیگر را میبینیم، همدیگر را یا تأکیدات و تاییدات میکنیم که برادرای عزیز فراموش نکنید. واقعا این دین نصیحت است. این دینی است که در این امر به معروف و نهی از منکر یک رکن دین تشکیل میکند. این دینی است که خداوند بزرگ تأکید کرده است که ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. البته در بین شما باید گروه های باشند، شخص های باشند که دعوت به سوی خیر کنند، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند. این دینی هست که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم تأکید میکند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر کسی از شما یک کاری منکری را دید امکان داره به دستش اصلاحش کنه. فإن لم یستطع فبلسانه. اگر امکانی با دست اصلاح کردن نداشته باشد با زبان اصلاحش کند. وإن لم یستطع فبقلبه. حتی اگر میگه همین به زبانش هم که نتونه لااقل به دلش همون را نکوهیش مذمت کنه. و ذلک اضعف الایمان. همین ایمان است، همین قسمت آخر میگه ضعیفترین ایمان حساب میکنه. برای همون وقتی که جای ششتم از خدا و پیغمبر حتما باید صحبت شود. برادرای عزیز به خدا قسم شخص وقتی آدم میشناسه و احترام میکنه که بدونه کی است، از حیاتش آگاه باشه، از صفاتش آگاه باشه، از خدماتش آگاه باشه. کسی را اگر نشناسی ای کجا به قدرش میرسی؟ قدر زر زرگر بداند، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر را علی. اینا یا آدم نمیشناسی، نمیدونی کی است چی است. تا مرد سخن نگفته باشد ای بهانه رش نگفته باشد. ای کجا میدونی چه قدر شناسیش میکنی، قدر دانیش میکنی. برای همین وقتی در محفل شیشتیم گفتگوزار ببینی از پیغمبر میکنیم، از صحابه های پیغمبر میکنیم، به خاطر هم که از نزدیک بشناسیم شو، بدونیم که حضرت ها چی جانفیدایی ها کردن، چی مشقت ها کشیدن، چی حق در ذمه ما زنده ها دارند. سبحان الله. همین سال 2009 بود جشن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله در همین جمهوری ما به شکل صورت بسیار وسیع قید گرفته شد. از گوشه و کنار دنیا علما اومده بودن، از جمله خدا رحمتش کنه شیخ محمد تقی عثمانی را اومده بود. بسیار یک شخصیتی بزرگ است. من همین گمان میکنم که این خلاصه من تنها نیست. امروز در کره زمین فقیه‌تر از همین آدم یگان شخص نیست. و ما حنفی‌ها افتخار میکنیم که الحمدلله از مذهب امام اعظم ابو حنیفه است. فقیه مذهب حنفی است، بزرگترین فقیه است. خاصتا از مسائل معاملات، مسائلی که در بازار و کجور میشه، مسائل نوبرمد اومده است. کتاب نوشته است حضرت فقه البیوع. خیال میکنم که در همین موضوع همین خیلی کتابی مکمل 2 مجلده در دنیا کسی ننوشته است. حقیقتا شخصیتی بزرگ است. حضرت اومده بود اما مردم نمیشناسنش، به زبان اردو گپ میزنه، مردم ما ندوننش. این مردم ما هم چوروایی زم میشناسن دیگه، از کجا به چورو. یک روز در همین قضای الهی خداوند نصیب گردانده در همین مسجد جامع مرکزی قطعش ملاقات کردیم، دیدمش حضرت هم. من زیارت طرفی او حضرت حرکت کرده است، مردم طرفی ما. خدا جون تو لباس کنه. آقای این بزرگترین فقیه عصر است. ای بچه اینایی را زیارت کنه، نمیشناسنش آقای. برای واجب است در ذمه علما که امتان محمد صلی الله علیه و سلم با پیامبر آشنا سازند. پیامبر در
نه فقط در میان امتش بلکه برای تمام جهانیان معرفی کردن حیاتش، زندگیش. الحمدلله ما افتخار داریم که بزرگترین پیغمبرای خدا پیامبری ماست، رهبری ماست، پیامبری که فردا روز قیامت صاحب شفاعت عظماست، پیامبری که تمام دیگر پیغمبران در پشتش فردا روز قیامت صف میگیرند، لیوای حمد در دست حضرت صلی الله علیه و سلم قرار میگیرند. کوری اندک نیست دوخی، اما ببینه که بزرگی حضرت در چیست. نمیگه که امتهای من شما بخره بچره بگردید، من هستم که فردا روز قیامت در پیش خدای تعالی شفاعت تو میکنم. برعکس تأکیدی در تأکید، مردم فردا روز قیامت شما را از عملتون میپرسند، هشتون را در سرتون بگیره. امام بخاری روایت میکند، میگه حضرت صلی الله علیه و سلم بالای شفا برآمد و تمام قریشی ها مراجعت کرد. بعد فتح مکه است. گفت یا معشر القریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا. ای قبیله قریش، اطاعت کنه، فرمان خدا را ببره، برای قیامت خدا را توشه بغنداره، جان خدا را بخره. فردا روز قیامت در نزد پروردگار خدای نکرده اگر خدا از شما خوشنود نشود از دست من یگان کار نمیاد. که ما یقینا میدونیم که حضرت صاحب شفاعت عظما است. ما یقینا میدونیم که حضرت خدای تعالی بشارت داد ولسوف یعطیک ربک فترضی. زود است که خدای تعالی برات نعمت‌های عطا میکنه که البته تو خوشنود و راضی میشی. حضرت در حال جواب گفت که اذا لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گفت در اون صورت من تا زمان یک نفر از امتام در دوزخ قرار دارند راضی نمیشم. اما ببینه حضرت تأکیدش ببینه که فردا روز قیامت هر کدوم تا جدا جدا میپرسند. قل لله شفاعت جمیعا، بگو که مر الله روز جمیع شفاعت ها. بعدا حضرت باز حلقه را تنگتر کرد. گفت یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا. ای فرزندان عبد مناف. عبد مناف یکی از پسران قصی ابن کلاب است. نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبد مناف میرسه، همین اجدادش. ببینید عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبد مناف. گوه فرزندای عبد مناف شما نگویه که او حضرت صلی الله علیه و سلم امک بچه مونه یا خیلی شاید که دیگران را مقدسگیری نکنه، لیکن ما را البته چیریز میکردگیست که اگر خدای نباشد زیبنده خشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد سو. بعدا میگه حضرت حلقه را باز تنگتر کرد. عباسی امکش را مراجعت کرد. گفت یا عباس ابن عبدالمطلب لا اغنی عنک من الله شیئا. ای عباسی پسری عبدالمطلب، هشتا در سرت بگی، هشتا در سرت بگی، نگو من امک دوستداری پیغمبرم. هر کس سوال و جواب شد در پیش پروردگار تنها به تنها میته. در روزی که بین بنده و بین الله نه حجاب است نه ترجمان است، هر کس جواب سوال شد خودش در نزد خداوند میکنه. سبحان الله. بعدا حضرت نخست چشمش به صفیه رسید، صفیه عمش، صفیه دختر عبدالمطلب، صفیه شیرینر، صفیه که همه میدونه مادر زبیر ابن عوام در حرب خندق وقتی مسلمان ها اما آماده جنگ با مشرک ها بودن و در خندق ها بودن، صفیه همون جاسوس یهودی را همین ای پدر افتاد با یک ضربه نیزه. به همین صفیه مراجعت کرد. حضرت صفیه را به حد دوست می داشت. گفت یا صفیه عمت رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اغنی عنک من الله شیئا.
ای صفیه عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نگو که من یا مشتی پرم انتی من الله شیء. ای صفیه عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نگو که من یا مشتی پرم. حضرت البته دلش با من میسوزه و هشت در سرت بگه که وقتی خدای تعالی بنده را قبول میکنه دیگه یکون پسرید که دیگه در برش قبول نمیکنه که من جانی ترا بخرم. حساب و کتاب فرد روز قیامت با خداست رو به رو. بعدم میگه حضرت با نورید چشمش بی فاطمه زهرا مراجعت کرد. بی فاطمه هم در همونجا بود است. گفت یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، ای فاطمه دختری محمد صلی الله علیه و سلم، سلینی ما شئت من الدنیا لا اغنی عنک من الله شیئا. از همین دنیا چیزی میخواهی طلب کن، اگر از دستم بیایه برات مهیا میکنم، اما فرد روز قیامت سوال و جواب با پروردگار به همراه خطر. نامه اعمال در دست خود تسلیم میکنه. اونجا دیگه ای دستی من کار ساخته نیست. سبحان الله. همین تاکیدا بود که ما الحمدلله ما میدونیم که امتان محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر ما صاحب شفاعت از ماست. خدای تعالی شفاعت حضرت صلی الله علیه و سلم در حق امتش البته قبول میکنه، اما نماز میخونیم، روزه میگیریم، طاعت عبادت ما ترک نمیکنیم. و برای پیغمبر تاکید بود کرده است که خداوند وقتی قبول میکنه به حجاب ترجمان در نزدش قایم میشه. لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. فردا روز قیامت به انسان اجازه بازگشت داده نمیشود تا اینکه از 4 چیز نپرسنش. عن عمره فیما افناه. اول از همین عمر سوالش میکنن که همین عمر نازنینه که به هر یک دقیقه زار بدی در چی تلف کردی. و عن جسمه فیما ابلاه. از این جسم سوالش میکنن که در چی فتراتش کردی. و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. از مالش پرسانش میشود که مال از کجا پیدا کردی و در کجا صرف کردی. و میگه و عن علمه فیما فعل. از علمش پرسان میشود که ای بچه خدای تعالی علم داد، این علم از جانب الله میشود، چیکار کردی تو؟ مردم فهموندی و نفهموندی؟ برای الحمدلله ما آماده هستیم، ما تیار هستیم. خدا رحمت مغفرت کنه حضرت مولوی را.